میگه هر یک نماز با خودش یک فضیلت خاص داره، کسی نمیخونه. و من ترک صلات فجر فلیس فی وجهه نور، کسی نماز بامداد ترک میکنه در چهرهش نور الهی نیست. میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اون نوری خیلی نیست شروع باشه، نوری که در گور روشنی میکنه، در روز محشر روشنی میکنه، پول صراط هم میگذره. کی میگذره؟ کسی نماز بامداد خوندگی نور. همین روشنی دیگه چی رو میبینی؟ روشنی نباشه چی ببینی؟ روشن باشه که بعد میگذری راه چرا نباشه دنیا رو نمیزنی. میگه کسی بامداد خوند چهرهش نورانی میشه، روز قیامت همین قبرش و روش میگه پروژکتور میشه. چی میشه؟ چرا میشه؟ چرا این نماز در تاریکی شدگی. رسول اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث مبارک میگه بشیر الذین یمشون فی الظلم الی مسجد بنور تامه یوم القیامه، او کما قال بشارت میتونه میگه مؤمنا را رسول خدا کسی که یمشون فی الظلم الی مسجد در تاریکی سنی مسجد میروند، بنور تامه یوم القیامه روز قیامت یا نوری کاملش میتیم. میگه چرا؟ میگه دو نماز تاریک داره، که نماز بامداد که نماز خفتن. کسی در همین تاریکیو میروه نماز، گورش نورانی میشوه، قبرش نورانی میشوه، همش زندگیش نورانی میشه. در روز قیامت خدای تعالی چهرهش نورانی میکنه. چرا؟ وقتی که در تاریکی رفتی خانه خدا در شهرنامه بستی، خداوند در همه جا تو چی میکنه؟ دولار روشن میکنه یا نه؟ این خدا را حکمت چوی، این حکمت ساعت 5 شب چی بمونده؟ این یک نعمت داره. کسی بامداد خوان سکرات موتش آسان میشه. بود بر تو نمازی بامداد شاید آسان بر تو کندن جان. سک موتش مثل کبوتر میبره. و من ترک صلات الظهر فلیس فی رزقه برکت، کسی نماز پیشین تر میکنه، زوره قصدن تر میکنه، در رزق روزیش برکت نیست. اگر چند تجارتی داشته باشه برکت نداره. قبول افتاد تو را جمله عبادت نماز پیشینت باشد ای با سعادت. وقتی نماز پیشینت خوندی همه عبادتات قبول میشه. خدمت پدر و مادر خیر احسان چیزی کردی انشاءالله قبول میشه. و من ترک صلات عصر فلیس فی جسمه قوة، کسی نماز عصر قصدن تر میکنه، در میانش در کمرش انرژی نیست، انرژی الهی نیست. دو کلم بزنه بفرا میشه، دو سیمنت فروره، دو قوبچه پیوز فروره بفرا میشه. یک زن داره همون زنش کتی بازور یک شاخانه داری میکنه بفرا میشه. لیکن کسی نماز عصر محکم میخونه، کمرش محکم میشه، یک زنه 4 زن جوابش میده. یک جدامی امری معروف کردم، یا مستعد خیلی گفت که نماز عصر رو ضرور بدهید. لیکن هر یک نماز با خودش چی داره؟ یک فضیلت داره. میگه زیپا گشتن بر گناهان نماز عصر باشد ای مسلمان. نماز عصر که خوندی پاک میشه. چرا پاک میشه؟ نماز عصر هم که مهم بوده که الله سبحانه و تعالی اینا قاریش دگم حافظوا علی الصلاه و الصلاه الوسطى و قوموا لله قانتین. شما 5 وقت نماز محکم بگیرید. میگه الله سبحانه و تعالی و الصلاه الوسطى و الصلاه الوسطى، وسطا در گراماتیک عرب و لغت نماز مابین میگن. یعنی شما گفت 5 وقت نماز بگیرین، یکی نماز عصر محکم بگیرین. نماز عصر گفتن چرا مابین؟ بعضی گفتن پیشین عصر، گفت نه بامداد پیشین مابین کو عصر، بعد شام گفتن نماز عصر میگن. چرا عصر میگفتن؟ عصر در شیطانی لعین سرلشکرش قطعی تمام لشکرش میومده، میگفته مولانا در کوچه در همه برین نمونین که مسجد بیاین. کدومید که کسی را گردونین مسجد نیومد ما شما را قهرمانی سو میگنم. بعد میگم مولا و شیخ و مولوی شدی، میگم مولا و شیخ و مولوی را مخدوم میگردونم. میگم شیطانی بدبخت کلونش سرلشکرش بعد سری دوملو را میومده. بعد دوملو را چی میکنه؟ یا جو معرکه نلی چیه میگه بیو بریم اکوجا نماز میخونن و کی هسته میگه ملو بلول هست میخونه خوری منظر هسته میگه. یا که بزن باید چی بدبختی شیطان ملو را چی میکنه؟ نمیمونه. ملو که نماز نرفت شیطان همه لشکر مغلوب میکنن همه را. نه که امام مسجد ملوی مسجد نماز رفت شیطان همش ناکام میشه. برای که یک سرلشکر ها میدونی که یک قماندون زور اگر در اسیر بغلطه همه چی میشه؟ برای همین میگن ملو اگر نماز بامداد دبره و نماز عصر دبره اوجا خیر و برکت میشه. زیپا گشتن بهر گناهان نماز عصر باشد ای مسلمان. و من ترک صلات مغرب فلیس فی اولاده ثمر، کسی که نماز مغرب نماز شام قصدن ترک میکنه ای بچه‌هاش دختراش امید نکنه هیچ ثمر نمیته، حاصل نمیته، برکت نمیوان فرزندوش.
گوشش نمیکنن. رئیس باشه زیر دستاش گوش نمیکنن. زنش دخترش بچه‌هاش گوش نمیکنن. بچه‌ش میگه نوس نکش، میره در حاجتخانه نوس میکشه. دخترش میگه رمول بند، ها میگه در خونه رمول میمونه، شهر میمونه رمول در دنیا چی میمونه. زنش میگه بدون اجازت من نره اینجا، میگه که در بزرگی یا که در خالی زنکای سنبل پو میگه نمیویشون. فهمیدی؟ نه که نه او زنه خفه شه اوجی میخوای، نه ای بچت نه دختر ای خودت خفه شه که در جوانیت نماز شام چو کردم دی قضا کردم دی. وقتی نماز شام که قضا کردی ثمر میگه ای بند میره، حاصل فرزندت نمیبینی، یعنی فرزندت گوشت نمیکنه. این نماز رو مردم خیال میگن یگو این نماز یک حکمت کلام دارن. رسول خدا 5 بار پیش خداوند در اومد، میدونی قصه حضرت موسی گفت برا 5 بار در اومد 10 تایی کم کرد. این 50 نماز 5 تا کرد. میگه هر کسی که اگر این 5 نماز محکم بگیره، محافظت و مداومت مواظبت کنه، میگه درجه 50 نماز میگیره اول، دیگه درجه 5 تا پیغمبر اولی العزم و جلیل قدر میگیره. زی ابراهیم آمد پیشین، زی نماز بامداد آمد زیادم، زی ابراهیم اومد نماز پیشین آمد زی ابراهیم. نماز عصر آمد ای حضرت یونس، نماز عیسی ای حضرت عیسی، حضرت نماز خفتن از بحر موسی، نماز ویتر ای پیغمبری موسی. این 6 پیغمبر کسی نماز بخونه درجه همین رو نماز سس نگیرین، نماز هر چه فضیلت داره. و من ترک الصلاه المغرب فلیس فی اولاد ثمر، میگه هر کس که ترک کند مغرب رو از خود بیزار کند خدا رو. کسی که مغرب ترک میکنه خدا ایو بیزار میشه. گذشتن پل صراط بر تو آسان، نماز مغربت باشد ای مسلمان. اگر بخوای نماز پل صراط مثل برق بزنی، نماز شام محکم بخون انشالله. میگه نماز شما شنویدگی اینم ای شمشیر در تیزه، ای لیزوه در تیزه، ای موه در تیزه، یا دولت چیزی رو میگنش. یکی روز یک حدیث خودم در نوم خدا بشه، میگه کسی که ای گفته خدا و رسول سرپیچی نمیکنه، نماز مغرب میخونه، خداوند خیلی همواری چیش میکده، سرسبزش میکده، روزی قیامت میشته. میگه اوجی چینم داری؟ اما خوجا میفته سینی کم چی؟ میفته علی در اونجا میفتن ملاک پل صراط، پل صراط اینا پل صراط بدن هیچی گیجوشی پل صراط. با تو نمی چی را دیدی؟ سبزگری را. هر کسی که نماز روزه گیره نمی سبزگری پل صراط. او پل صراطی که گفتن ملاکی گفتن او برای چیه؟ او برای همون کسانی هست که نمیخوندن، دنبال معصیت و منکرات و معصیت بدن. او برای هموای قباری که او یک دو عرقه نه مسلمان جده اومده به موزخانی که ملاک گفته که پل صراط ایلیزواد تیزه ایشیشه گفته توش نهر ما میغلطی مگه در این زمینی کشور برگشته را میتونیم که خیلی در اونجا یا نه. برای همین میگه کو پل صراط میگه بابای هم کجا میشه، میگه پل صراط این همین سبزگریه، نه که برای نمازخوان سبزگریه. و من ترک الصلاه عشاء فلیس فی نومه راحت. کسی نماز عشاء یعنی نماز خفتن تر میکنه، در خوابش هیچ راحت نیست. یعنی چی؟ شب خوابای بد میبینه اگر نماز خفتن نخونه، یا که یک کیگ میگذش، یا که خونه خنکه، یا گرمه، یا که تو سر زنش میجفه. این هم برنه خونی خوریم ببینین همین چیز رو. لیکن کسی بخونه راحت هست. کسی بخونه میگه هر کسی که نماز عشاء را خون میگه گروش روشن میشه. انا اگه چند مصرع شعر برای کسانی که برعکس نخوندن یا را گفتم بخونی چی میشه؟ زی تاریکی گروه در اما هست، نماز خفتن از برای اون است. بخواید گروه تاریک روشن شد. انا کسانی که نماز نمیخونن چو ترک آورد نماز بامدادان، از او بیزار گردد نیز ایمان. ایمان میگه من بیزارم کافی تو 111 خو میره، این مسلمان چه خوبه. ایمان میگه من در پیشی نمیستم، من میترسم که یک ایدنی برا به ایمان میرم، من میمونم. من قطعی کی هستم که او بامداد نمیخونم. چون ترک آورد نماز بامداد، از او بیزار گردد نیز ایمان. چون نماز پیشان را ترک آورد حی گفته زنده را میگم. کسی نماز پیشین ترک میکنه برقصد، ملائکه بیزار شود از وی. ملائکه بیزار بدیان ایو. ملائکه میگه مدت سایسر تو شما سرکلپو دستپون الله الحمدلله در چین این بنده را بودی که در روی زمین خدا میگرده نوش نعمت خدا را میخوره. این قنوش نعمت را بودی تری ساعت دلی میگن خاطر جمع زن و نعمت همه چیزا را استفاده میکنه از نعمتهای خدا و خدا را عبادت نمیکنه. ملائکه میگه من این میگه قطعی نیست، من بیزارم.
دیگر نماز رو ترک آورد مسلمان، مردم از او بیزار گردد. مردمان اگر کسی نماز عصر نخوند، مردم هم بیزار میشه. چو ترک آورد نماز مغرب را مسلمان، از او بیزار گردد نیست قرآن. کسی نماز شام نمیخوند، قرآن میگفته من یا شفاعت نمیکنم. چو ترک آورد اشاره، از خود بیزار کند خدا را. میگه هر کسی که اگر نماز خفتن ترک کرد، خدا او بیزار میشه. نماز محکم بگیری، نماز بخونه که نماز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه یگون ارکان اسلام در قرآن قاریوش دیگن. یگون ارکان دو بار سه بار نگفت که زکات بتین، سه بار نگفت روزه بگیرین، نه که نماز از 83 بار گفت اقیم الصلاه. اگر پدرمون دو بار گفت بچم قابل که دو بار نکردیم، سه بار نکردیم، دیگه گم نمیزنه، خرش میکنه و بیل خطی میزنه، یا که میگه دیگه در کار نیست نکرد دیگه. 83 بار خدای تعالی بگه که بندگان من نماز بخونید، نخوندید چی میشه؟ بعد هر کسی که نماز نمیخونه سرگردونه. هر کسی که اگر نماز نمیخونه در اینجا عزت نداره. هر کسی از در حق سر بتاف، در هر منزل در هر کجای داخل شید عزت نیافت. از رحمت حق میگه صبح صادق مرهم کفور دارد در بغل، گر علاج درد اسیان میکنی بیدار باش. کسی میخواد که گناهاش ببخشد، بیدار باشه. نماز محکم بگیرید، بچه‌ها رو در نماز تربیت کنید، زنا رو. ولی بسیار اسلام دین بچه‌ها میگن که این بحث خیلی میشه، این خیلی هیچ نه، فقط مسلمانی ما تاجیکی ما باید نمازید که توغری شد، همه چی توغری میشه. دیگه بحثای اختلافی در نریم، بحثای هر خیلی چیزو در نریم. خدا در کی جای و خدای خلیه یا که تیوخ حضرت موسی چند قبض، حضرت کیرا آدم قدیم و هوا کی چکده نیکو کرده. یک سوالی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفت، سوال بنی اسرائیلی نتین. یک تقدیرات همین حق روزیات شما میگه، همین تقدیرات حقه، میگه نصیب و تقدیر. رسول اکرم صلی الله علیه و آله خودش ما درباره تقدیرات گفت 20 سوال نکنید. نماز، همین نماز بخپی، نماز که خوندیم بچم، نماز که توغلی شوه، ان شاء الله فیض برکت و چی میایم. دیگه همین حدیث رو بگم، خیلی خوشحال شدم بیام خیش تول اکا و دوداروی. رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفت هر کسی که با برادرش خر باشه، قهری باشه، از 3 روز بیشتر اگر آشتی نشه و نماز روزش قبول نمیشه، خیر صدقش قبول نمیشه. خدای نکرده بوم بره، اگر خداوند در دوره نامه عملش مینویسه که با برادری خودش خر بود، با اپای خودش خر بود، ایا پدر ایا مادر بودن و دست بانیکی میگه با دست بلاکفش خداوند همون پروردگار همون دلر هم خود میزده، میفته ایره بلای چیزی ما بگیری ایزی من چی من این بول فرزندی پدرش که خر باشه، هیچ دیگه که فرزندی پدر دیگه نمیاد، دیگه مادر تر فرزند نمیکنه. همین خیش تبوری را بخفید اکا و دوداری را انشالله خاندان داخل میشه. خدای تعالی پروردگار روی رسول الله را شاد بگردونه، مبارک بگردونه، ثواب و ثمر امر